هشدار به همه. بیسفنول یا بپ یک ماده شیمیایی صنعتی است که از دهه 60 برای تولید پلاستیک‌ها و رزین‌های خاص استفاده می‌شود. آیا با ظروف پلاستیکی غذا و بطری‌های آب آشنا هستید؟ ممکن است حاوی بپ باشند. رزین‌های اپوکسی نیز پوشش محصولات فلزی مانند قوطی‌های غذا، سر بطری‌ها و خطوط تامین آب ممکن است حاوی این ماده شیمیایی باشند. پتانسیل بپ برای نفوذ به غذا یا نوشیدنی‌های ما از این ظروف یک نگرانی واقعی است. با توجه به اثرات احتمالی آن بر سلامتی، می‌تواند بر مغز و غده پروستات جنین، نوزادان و کودکان تأثیر بگذارد. حتی بر رفتار کودکان تأثیر می‌گذارد. تحقیقات ارتباط بین بپ و افزایش فشار خون، دیابت نوع دوم و بیماری‌های قلبی عروقی را نشان داده است. این امر باعث شده تا تولید کنندگان استفاده از بپ را در محصولات مصرفی کاهش دهند و برخی از دولت‌ها برای محدود کردن یا ممنوعیت استفاده از آن وارد عمل شدند. به ویژه در محصولات برای کودکان و برنامه‌های کاربردی تماس با غذا. آگاه باشید. ایمن بمان.